علم خور کړه ځوان المروسا. با سلام وقت بخیر شنوندگان گرامی، به مجموع گزارشات هفته‌وار ریاست معارف بامیان خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 جدی 1404 خورشیدی، من صادق سیرت هستم گوینده برنامه مشروع خبرها. جلسه اداری ریاست معارف ولایت بامیان پیرامون بهبود و تقویت نظام آموزشی برگزار شد. اشتراک رئیس معارف بامیان در جلسه تطبیق امر به معروف و نهی از منکر در مقر ولایت بامیان. اخذ امتحان ثانویه و مافوق ثانویه برای شاگردان مدرسه جهادی در ریاست معارف بامیان. برگزاری جلسه کمیته سواد آموزی ریاست معارف در مقر ولایت بامیان. توزیع تصدیقنامه‌های سواد آموزی برای صنف قطعه محافظت از ملل متحد در مرکز بامیان. جلسه سکتوری ریاست معارف بامیان جهت تقویت و هماهنگی بیشتر با ادارات و مؤسسات سکتوری برگزار شد. ایجاد 15 مرکز آموزشی تقویتی برای شاگردان مکاتب آمریت معارف شهر و اطفال بی بضاعت توسط ریاست معارف و با حمایت یک نهاد خیریه در مرکز بامیان. ختمی ورکشاپ 12 روزه ارتقای ظرفیت برای 68 تن معلم در ولسوالی شیبر. جلسه اداری آمریت معارف یکاولنگ برای ارتقای کیفیت امور مکاتب برگزار شد. شنوندگان عزیز، این بود مجموع گزارشات این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.